سرخط مهمترین خبرها: خدمات علاقه میگوید که سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است. مقامات 203,000 سامانه رخشان حکیم‌آوا را مصادره کردند. و شکایت ساکنان پنجکن: ما تا حال با محدودیت برق میگیریم. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 22 اپریل سال 2025 است. روز 21 اپریل زلزله قسمتی از ولایت ختلان را تکان داد. به اطلاع مرکز اداره‌کنی حالتهای بحرانی کمیته حالتهای فوق‌العاده، زمین لرزه ساعت 11:17 ثبت شد. منبع میگوید که مرکزی زمین لرزه در 59 کیلومتری ناحیه کوشانیان بود. قوه زمین لرزه در مرکزش 4 درجه و در ناحیه کوشانیان 2-3 درجه را تشکیل داده است. در نتیجه زمین لرزه خسارات و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. آمده است در معلومات نامه رسمی. در یک هفته اخیر تاجیکستان شاهد چند زمین لرزه سخت شد. بر اثر یک چنین فلاکت طبیعی در روز 13 اپریل یک نابالغ در منطقه رشت به هلاکت رسیده، 16 کسی دیگر مجروح شدند. به اطلاع رسمی در پی زمین لرزه در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 65 خانه پره و 193 خانه قسما ویران شده و 150 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که دوام 3 ماه اول سال روان نرخ اینترنت در کشور پایان رفته است. این نهال 21 اپریل در خبرنامه نوشت ارزش طرفهای پروایدران اینترنت ثابت به حساب میانه تا 55% پایان کرده شده. طرفهای با سرعت کمتر از 5 مگابیت ثانیه بیکار گردیدند. اینچنین به گفته نمایندگان خدمات حجم بسته های اینترنت موبیلی به حد مینیمالی تا 20% زیاد پیشنهاد کرده می شود. تصدیق درستی این حرفها فعلا مشکل است، چون سال گذشته شرکت‌های موبیلی با موافقه خدمات ضد انحصاری نرخ طرفهای خود را بالا برده بودند. در اطلاعیه اخیر خدمات علاقه همچنین آمده است در 3 ماه اول سال روان در کشور 330 عدد ایستگاه‌های بازوی نصب کردند. به اطلاع رسمی شرکت‌های مخابراتی کشور در 3 ماه 1.1 میلیارد سامانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته اندکی بیشتر است. شکایت‌ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال‌هاست که صدا می‌دهد. این گونه شکایت‌ها تقریباً از همه منطقه‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند. نمایندگان خدمات علاقه میگویند که در 3 ماه اول سال روان 18 نفر شخصان واقع را جزا دادند، اما مقامات درباره این نفران و جزای آنها معلومات بیشتر ندادند. پیشتر رادیوی آزادی با تکیه به منابعش خبر داده بود که در اساس شکایت مردم خدمات علاقه شرکت‌های تیسل، مگافون و تاجنت را جریمه کرده بود. بینندگان عزیز، نمایندگان خدمات علاقه میگویند که نرخ اینترنت و صفت آن در کشور بهتر شده است. آیا چنین است؟ لطفاً نظریه خود را در زیر برنامه نویسید. مقامات قریب 230,000 سامانه رخشانه حکیم‌آوا و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک را مصادره کردند. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به نزدیکان این روزنامه‌نگار خبر داده است. به قول منبع رخشانه حکیم‌آوا سالها باز این مبلغ را برای خرید خانه در دوشنبه جمع کرده بود. این پول در صورت حساب بانکی خبرنگار بود و بعد آغاز پرونده جنایی علیه او به حبس گرفته شده بود و اکنون مصادره شده است. نمایندگان خدمات اجرا بعد 16 فوریه به مصادره اموال چهره‌های شناخته شروع کردند که با عیبنامه تلاش تبادلات به زندان محکوم شدند. رادیوی آزادی در این باره اول گزارش داده بود. طبق اطلاع دریافتی ما تا این دم نمایندگان خدمات اجرا برای مصادره خانه سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه و زیردستش عبدالفضل عطایی، اکبرشاه اسکندرов سابق رئیس شورای عالی و احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات آمدند. پیوندان این افراد از قرار مصادره اموال ناراضگی کردند. ساکنان یک جماعت در شهر پنجکن شکایت دارند که با وجود برداشته شدن محدودیت انتقال برق یا لیمیت در کشور، آنها تا حال با رجه برق میگیرند. با گفته ساکنان دهه‌های بیدک، خمگران، گنجینی خان، آخکوتل و جانچشمه از ساعت 16 تا 1 شب برق ندارند. و گفته ساکنان مراجعت‌های آنها به نمایندگان اداره برق شهر پنجکن بی نتیجه بود. در 2 نواره که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که مردم با کارمندان اداره برق بحث دارند. پاره از این نواره ساکنان را با هم ببینیم. این به قانون سیستم نگاه کردن یا که همه شویت تحتی همه اعلان کند که برادر من همه یک اگرنیچینی نمیشد. شاید ما به حد چراغ یافته میشینیم، یک شرایط میکنیم. آخه زنده ایم که یه خطیه به هر یک قشلاق رئیس محله هست گفتید گفت که فلان روز قشلاق شما خود من باور میکنید شما گویید من باور میکنم. همه نوبر نیست.
همه جا باید سویت درگیرد. خب همین یک نوعی که حاضر همه جا یک طرف لینی شما موندگی تا سویجینی رفت. اگه خودش خلاص می‌کنه. نه خلاص نه کو. یک چیز دیگه یک تا گاز میدن. حاضر شما حاضر چخیل شما خلاص کنیم. حاضر اگه خلاص همه جا در زبان. یک آواز کین تو حاضر همه یه بار پلیت همش میگن که همه بردارده. بینندگان عزیز، شما هم می توانید اگر مشکلی دارید نوار گرفته بر رادیوی آزادی فرستید. یادآور می شوم که شرکت برق تاجیک 11 اپریل خبر داد که محدودیت انتقال برق برداشته شده است. لیمیت 7 ماه ادامه کرد. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق می گرفتند. هرچند بعضی ساکنان شکایت داشتند که همین رژه هم رعایت نمیشد. همچنان که روز گذشته خبر دادیم قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه یکباره پایان رفته است. بعضی ساکنان از این خبر خوشحال شدند چون باور دارند که با پست شدن قرب دلار شاید نرخ بعضی محصولات پایان رود، اما گروه دیگر میگویند با پایان رفتن قرب دلار وضع تغییر نخواهد کرد. تفصیلات در گزارش عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله. قرب دلار چند روز اخیر پای هم پایین می رود. صبح 21 اپریل بعضی از بانک‌های تجارتی کشور قرب 100 دلار آمریکایی را 1045 سومانی معین کردند. هرچند بانک ملی ارزش 100 دلار آمریکایی را 1071 سومانی نشان داده است. خبری به قرب شوی دلار در برابر سومانی برخی ساکنان را خوشحال کرده است. پایان شب بر فایده خلق و هرچی محصول ارزان‌تر دسترس میکنه. ای بزرگ باشه اگه که نباشه. سودای همین هر مرد سویکارو با دلار همین که ارزان شه محصول هم ارزان میشه. اما در این میان آنهایی نیز هستند که میگویند پایین روی قرب دلار نمیتواند به نرخ مال و محصولات در تاجیکستان تاثیر داشته باشد. چیزی که قبلا بوده است حاضر همون نرخ یگان تفاوت در نرخ نیومده است. ما هم چیزی را که یک هفته پیش میخریدیم ولی همون گوشت هم نرخ است، همه سودا هم نرخ است. اگر دلار بالا رفت جنس بالا میره، پایان اومد بعد نرخ پایان شود، نمیشه پایان. اقتصاددان فاضل جان فتح‌الله‌یف یک دلیل پایین رفتن قرب دلار را اعلان تعرفه‌های نامید که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به مال و محصولات چندین کشور جاری کرده است. بیشتر توسط دیده استان که آمریکا سیاست خود را در بازار داخلی خودش عوض کرده است و وارد مال رو با وارد مال بوج‌های اضافی وارد کرده است. از همین سبب همکاری تجارتی رو با آمریکا آهسته آهسته پایان فرورده شده است. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی هنوز سبب یک بار پایین شدن قرب دلار را در برابر سومانی شرح ندادند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان به قرب روبل روسیه، دلار آمریکا و یوان چین بستگی زیاد دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر داد که روز 23 اپریل مذاکرات کیف با نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا در شهر لندن برگزار می شود. زلنسکی بعد صحبت با نخست وزیر بریتانیا در شبکه‌های اجتماعی نوشت با بریتانیای کبیر، فرانسه و ایالات متحده درباره دسترسی به آتش بس و صلح پایدار گفتگو می‌کنند. بدون شک آتش بس باید قدم اول در راه دستیابی به صلح باشد. قطع موقت جنگ در عید پسخ نشان داد که عملکرد روسیه مانع اساسی در راه دستیابی به صلح است، نوشته است رئیس جمهوری اوکراین. به اطلاع منابع بنگاه بلومبرگ از طرف آمریکا، کاتب دولتی مارکو روبیو، فرستاده‌های ویژه پرزیدنت استیو اویتکا و کیت کلاگ در این گفتگو شرکت می‌کنند. با گزارش نشریه وال استریت ژورنال قرار است در این دیدار آمریکا پیشنهادهای خود را درباره ختم جنگ با اوکراین ارائه بکند. به قبل این منبع اعتراف نیمجزیره کریم همچون خاک روسیه و خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو از چنین پیشنهادهای آمریکا بودند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 اپریل را فرا می‌گیرد. 22 اپریل سال 1870 ولادیمیر لنین тавallud шудааст ки ӯро
دوحی بلشویک‌ها و اساسگذاری حکومت اتحاد شوروی مینامند. لنین 53 سال عمر دید و تا امروز یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌ها در تاریخ جهان به شمار می‌رود. جانبدارانش که در تاجیکستان هم کم نیستند او را حامی عدالت اجتماعی و بینوایان، مبارز ضد نظام شاهیگری مینامند. مخالفانش اسم لنین را در قطار جلادان قرن 20 یاد می‌کنند که انقلاب آلوده به خون بلشویکی سال 1917 در روسیه رهبری کرده قلمروهای آسیای میانه را هم به حدودهای فدراسیون روسیه همراه نمود. 22 اپریل روزی زمین تجلیل می شود که سال 1970 به خاطر حفظ و نگهداری سیاره از تأثیر گرمایش اقلیم و نابودشوی رستنی و جانورانش تأسیس گردید. فعالان محیط زیستی در تاجیکستان هم هر سال در این سنه دعوت می کنند که مقامات و اهل جامعه بیشتر در فکر حفظ و نگهداری طبیعت و عالم نباتات باشند تا که در پی رشد صنعت و اقتصاد سیاره زمین با فاجعه روبرو نشود. 22 اپریل سال 1957 زادروز سوریا قاسیمووا آوازخوان معروف و هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. قاسیمووا بیشتر با اجرای سرودهای مردمی معروف شد. ترانه‌های گل بادام، دیدار یار، بگذارگیری هم شهرت یافته. ترانه‌هایش به خزینه طلایی موسیقی تاجیکستان وارد گشتند. همچنین در یک قطار نمایشنامه‌های تئاتری هم نقش آفریده است. دختران او شبنم و فرزانه هم آوازخوان شدند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 133 سامان برابر از $100 آمریکایی باشد از 1045 تا 1060 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 22 اپریل چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برنامه نوید به انجام رسید. خبر و پیشنهادهای خود را لطفاً به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.